از ابو موسی اشعری روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که سه کسی هستند که داخل جنت نمیشوند. اول شراب نوشی دائمی، کسی که دائم حال شراب نوشی است، چیزی که خدا در قرآن حرام کرده است، دائم شراب می نوشد. دوم قاطع صله رحم، کسی که به خویش و تبارش رفته آیا بس میکنه، قطع میکنه، همون انسان هم میگه پیامبر که داخل جنت نمیشه هرگز. و سوم کسی که تصدیق کننده سحر است، یعنی دائم کارش ساحری و یعنی از خفای ساحرها رفتن، از اونها تمارا گرمی و خنکی گرفتن، همین کارهای ساحری را دوست می‌داره، همون انسان هم داخل جنت نمیشه، یعنی که با همراه هم ساحر در گناه شریک. سوم قتل نفس، خدا میفرماید استعذ بالله و من یقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. یعنی خدا میگه کسی که یک انسان یا مسلمان به قصدن میکشه، جزای او داخل شدن در آتش جهنم است، دائما خالدن، یعنی دائما فیها، در او داخل دوزخ، و غضب خدا بر او و لعنت خدا بر او آماده کرده شده است برای او عذابی بزرگی را در روز قیامت، برای او عذاب بزرگی را آماده کرد خداوند. و حضرت رسول صلی الله علیه و میفرماید بر روایت امام احمد که کسی که به کشتن مسلمان به نیم کلمه هم کمک کند، در روز قیامت در پیشانیش نوشته شده است که آن شخص از رحمت خداوند ناامید است. یعنی همون انسانی که به اشاره کرده باشه به قتل یگان انسان، او را سبب کشتن او شده است، او انسان چیکار میکنه؟ یعنی که از رحمت خدا بی نصیبه، در پیشونیش روز قیامت نوشته شده است.